سلام رفقا، من محمد هستم و خوش اومدید به ویدیوی دیگه از چنل گیم فامیلی. امروز فقط من هستم و هوشنگ و میخوایم هوشنگ رو از این تبدیل کنیم به این. پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. خب قبل از هر چیزی ممنون میشم که اول ویدیو رو لایک کنید و سابسکرایب کنید چنل رو. مورد نیاز یه دونه سیب بهشتی، گلدن اپل، شیشه، چشم عفونت کرده، میوه جهنم و باروته که چشمم از ترکیب شکر و چشم و قارچ به دست میاد. اول شکر و چشم و قارچ رو برمیداریم با شیشه. آره، میریم سمت دستگاه کرافتینگ تیبل، شیشه رو به بشر تبدیل میکنیم و چشم عفونتی میکنیم. بشر رو میذاریم توی آب و پرش میکنیم، آب میذاریمش داخل دستگاه و یه دونه بلیز هم داخلش میذاریم. میوه جهنم رو میندازیم توش، میپزه. چشم رو میکنیم توش، اینم میپزه. باروتو هم میکنیم توش، اینم میپزه. و حتما توجه داشته باشید که این ترتیب خیلی مهمه. یکم دور وای میسیم، هوشنگ فاتحه رو بخون. گوه میخوری فوش میدی، گوه میخوری داری دشمنی رو میندازی. میشکنیمش تو کله هوشنگ، میوه بهش رو هم بهش میدیم و A few moments later. و منتظر میمونیم. هوشنگ هوشنگ تبدیل به آدم شد و اینطوری هم شغل میگیره. و اگر ویدیو خوشتون اومده یه دونه لایک بزنید، کانال رو سابسکرایب کنید و یه دونه کامنت بذارید که واسهتون ویدیوهای بعدی هم آپلود کنیم.